بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیر محمد حاجی یوسفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم کشور سوئد هستم. ما امروز یه جشنواره‌ای رو برگزار کردیم با عنوان جشنواره فرهنگ آسیا. به لطف الهی حدود 2 سال پیش که من اینجا اومدم، یکی از کارهایی که سعی کردم انجام بدم ارتباط با دیپلمات‌های مختلف کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکای لاتین بود. در مجموع این ایده رو با کشورهای آسیایی، رایزن‌های فرهنگیشون و مسئولان فرهنگی کشور سفارتخانه‌های آسیایی، کشورهای آسیایی و همچنین شمال آفریقا در استکهلم مطرح کردم که ما بیایم و یه شبکه یا یک انجمنی رو درست بکنیم و بتونیم برنامه‌های فرهنگی مشترک با هم دیگه داشته باشیم، هم با فرهنگ همدیگه آشنا بشیم بیشتر، تبادل فرهنگی بین این کشورها بیشتر بشه و هم بتونیم فرهنگ خودمون رو به جامعه سوئد نشون بدیم. به لطف خدا این ایده در واقع مورد پذیرش قرار گرفت. ما اولین جلسه این انجمن رو برای تأسیسش در اردیبهشت 1393 برگزار کردیم و طی 5 جلسه کشورهای مختلف در این جلسات شرکت کردند و تصمیم گرفتن که یک انجمنی رو تأسیس کنن تحت عنوان انجمن نمایندگان فرهنگی کشورهای آسیا و شمال آفریقا در سوئد که با مخفف NACR یا نصر شناخته میشه. برنامه‌ای که امروز برگزار شد اولین برنامه است که در این برنامه به دلیل به هر حال محدودیت‌های جا قرار شد که در هر برنامه 5 تا کشور شرکت کنند. در این برنامه 5 کشور ایران، عراق، پاکستان، سریلانکا و چین به عرضه صنایع دستی، غذا و انواع و اقسام هنرهای خودشون پرداختن. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هم در واقع هم موسیقی ایرانی و مینیاتور یا نگارگری ایرانی و همچنین خوشنویسی ایرانی رو در کنار صنایع دستی، غذا و دیگر برنامه‌ها عرضه کرد در این برنامه و امیدوارم که انشالله این انجمن بتونه گسترش پیدا بکنه و در ماه‌های آینده ما شاهد برنامه‌های مشترک باشیم و کشورهای دیگر هم به ما بپیوندن. با سلام به هموطنان عزیزم، شیما داوودی هستم. از ایران برای جشنواره کشورهای آسیایی به سوئد اومدم. 2 روز در شهر اوپسالا نمایشگاه داشتم. امروز هم روز اصلی هستش در مرکز فرهنگی عراق و در روز دوشنبه در شهر لوند در دانشگاه لوند نمایشگاهی برگزار میشه همراه با ورکشاپ و در مجموع این سفر تجربه خوبی برای من داشت و تشکر میکنم از تمامی کسانی که تو این مسیر منو هدایت کردن و کمک من بودن و خیلی خوشحالم از این که تونستم هنر نگارگری و مینیاتور رو به کشورهای علاقه‌مند معرفی کنم. امیدوارم که این انجمن که با عنوان مخفف NACR که در واقع ما به زبان فارسی یا عربی میتونیم بگیم نصر، انجمنی باشه که بتونه سالهای سال ادامه پیدا بکنه و به یمن این ایامی که درش قرار گرفتیم، عید گذشته قربان و عید قدیر خم که روز دوشنبه است، ما این برنامه رو به شکلی ترتیب دادیم که در این زمان باشه و انشالله بتونیم که برنامه‌های بعدی رو هم داشته باشیم. هر کاری که به هر حال بخواد ماندگار باشه قاعدتاً باید براش تلاش زیادی صورت بگیره. کشورهای آسیایی به خصوص چین، اندونزی، پاکستان، عراق، ژاپن، ایران و ترکیه از این انجمن حمایت کردند و برای اولین بار به هر حال با شکل‌گیری انجمن این برنامه رو برگزار کردند. امیدوارم که سالهای سال این انجمن پابرجا بمونه و برنامه‌های مختلف فرهنگی که هم تبادل فرهنگی میان این کشورها خواهد بود، هم با جامعه سوئد ادامه پیدا کنه. Is one of the world's largest cities and 20th largest metropolitan areas in the world. It is Pakistan's premier center of banking, industry and trade. Karachi is home to Pakistan's largest corporations.